محمد جای نوری هستم، یکی از شاگردان مکتب موسیقی محور خراسان صنف هفتم هستم. چند سال هستی؟ تقریبا 14 سال است. 14 سال است. صنف هفت. صنف هفتم. این رادیو را به بلخی میشنوید؟ بله 100% است. کدام این چیز میشنم برنامه میشنوید؟ برنامه هایی که صد مضامین مکتب تدریس میکنه و صد اونو بیشتر میشنم. برنامه چی هست مضامین؟ برنامه صنف ما خانه ما است. صنف ما خانه ما. کدام مضامینش ترکیب میکنی؟ چند بجه ترکیب میکنی؟ زیادتری ساعت 3 بجه است چون که ساعت 10 بجه ما مکتب هستیم صد امی مضامینای ریاضی و پشتو و کیمیای زیادتر. پشتو داشت نیست پشتو یا بزبان پشتو؟ بزبان یا بزبان پشتو نیست که پشتو هم است. خود ریاضی و کیمیا و بیولوژی فیزیک میشنم یا نه؟ آره زیادتری باز امی ریاضی و کیمیای زیادتر میشنم. چه تاثیر کردن این برنامه‌ای که از رادیو شنیدین؟ خیلی تاثیر کرده. ما اول وسط در مضمونای مکتب خیلی ضعیف بودم وسط امینا رو گوش کردم وسط درس ما خیلی پیشرفت کرده وسط. مثلا چی پیشرفت کرد؟ نتیجهش چی دید؟ وسط نتیجهش مثلا وسط ما از کیمیا وسط 20 می‌نوشتم و از نمره ما 30 بالا رفتم. درسای دانای مکتب از 20 میگرفتی؟ حالا گپش از 30 بالا شده. دیگه چی تاثیر کردن سر دیگه؟ تاثیرش زیادتری در رادیو شما کنیم چون که بسیار چیزای خوب پخش میکنه معلوماتای ما رو اضافه میکنه برای مضامین مکتب ما کمک میکنه. وقتی خودت گوش میگیری کدوم چیزش نفهمی از کی کمک میخوایی در وقت گوش گرفتن کتاب پیشین میباشه کتابچه میباشه؟ زیادتری وقت کتابچه پیش میباشه نکات مهمی نوت میگیریم و اگر نفهمیم برادر کلان درسایش بالاتر از از سوال می‌کنه. برادر دست کلان است چند سو؟ صنفی 9 است دام شد. و از اون بس کمک می‌کنی. دیگه کیا را تشویق ساختی بر شنیدن؟ استاد یک خواهرم که استاد از مکتب محروم شده استاد و او خیلی شوق داره استاد که وقتی آنی برنامه شروع میشه استاد او با شوق میاد استاد قلم کتابچه میگیره استاد با قلم استاد ام درس ها رو گوش می‌کنیم نکات مهم شده استاد یادداشت می‌گیریم. هر دوی تو نه میشنوید با مشترک؟ واسه میشن محروم مانده که یاد. او استاد امی صنفی 8 شد استاد که استاد محروم شد. دیگر از دوستا و جندیوالا که از خودگاهتان که تشویق کرد بشینیدن؟ استاد یک دوست ما بود که استاد پول نداشتن استاد ما رو تشویق کردم که استاد درسای استاد تلویزیون رادیو رو گوش کنه که استاد درست استاد از من تشکری می‌کرد استاد برای فعلا استاد درس‌ها رو گوش می‌کنه. چی پیشنهاد داری؟ پیشنهاد چی داری در مورد از درس‌ها و در این درس‌ها استاد در زمستان در پیشرو داریم استاد مضمون‌های مکتب رو جای کنه که استاد تا صنف 8 میشیم استاد در مضمون‌های صنف 8 استاد به صورت استاد عالیش استاد یاد بگیریم. یعنی زمستان که بچه‌ها رو سر می‌آیند درس‌ها زیادتر شود. بله درس‌ها زیادتر شود استاد از مکتب چون رخصت میشیم دیگه. دیگه چی پیشنهاد داریم؟ درس‌های بالاتر میشه رو شده؟ درس‌های بالاتر بله استاد چون که بالاتر ما استاد صنف 9 دیگه استاد صنف 10 میشه استاد با امی مضامین‌های مکتب صنف 10 خود استاد گوش می‌کنه استاد که برای از اون استاد کم. تشکر بسیار.